یک زنگ تلفنی در نیمه شب باعث ویران شدن زندگی خانوادگی این اوستای ماشین با همسرش شد. بعد 5 سال زندگی مشترک، خانواده این دو جوان اکنون در حالی از همپاشی قرار دارد. 3 فرزند هم نتوانست تصمیمی از هم جدا شدن او و همسرش را بگیرد. دادگاه برای آشتی شدن طرفها وقت داده است، اما وی میگوید همسرش با او خیانت کرد و او خیانت را نمیبخشد. یکی شبم خیلی زنگ اومد، خیلی زانشی گفتم که گفت کورچم یش پلاق ما زدم، ایرو یش پلاق دیگه گفت ما زندگی نمیکنم. این اوستای ماشین 35 سال دارد. همسرش معلمه است. با قول او زندگی آنها تا چند ماه پیش خوب بود و او با زنگ‌های تلفنی همسرش هم کاردار نبود، زیرا با همسرش هیچ شک و شبهه‌ای نداشته است. اما بعد یک زنگ شبهه‌آمیز مناسبت او با همسرش دیگر شد و نسبت به اویله‌اش شک کرد. ام 2 ماه 10 روز فقط خیلی خانم دارم و خیلی نمی‌سری تلفن رو درام ساید میشه 10 بار پرزیدنت خیلی زنک دیدیم ممکن نیست خیلی ای کارو نکو در کار نیست اتدامی که می کردش مثال و خیلی میگه قانون مرد زار یه گاهی خیلی کارکن دولتی میکنم هم خیلی قدی دیگه هم خیلی شدرف. برعکس این اوستای ماشین، زبونیسا سفر و یک ساکن ناحیه یاوان میگوید صحبت‌های طولانی همسرش با زن‌های بیگانه رشک او را بیدار کرد و در نهایت باوریش از او کنده شد و از هم جدا شدند. پانوی اول تلفن پانوی بسیار پانوی در تلفن میکرد. در ماشین میشید گپ میزد تا نیست پیش و دیر میبیومد. من راستیگه اهمیت نمیدادم که خیلی من میفهمیدم چی استفاده میکردم تلفن زنگ میزد دیگر خیلی میشید. در جامعه تاجیکستان اگر چند سال پیش مناسبت خوشدامن و وضع اجتماعی باعثی از همپاشی عائله‌ها میشد، اکنون دادگاه‌ها بیشتر درباره خیانتکاری جفت‌های جوان عریضه شکایتی میگیرند. مسئولین اداره ثبت اسناد شهروندی ناحیه اسماعیل سامانی میگویند تنها در اول ماه ایول اگر 5 عقد نکاح بسته شده باشد، ولی بیش از 20 عریضه برای بیکار کردن عقد نکاح وارد شده است. دو جفت قبول کردین، یکیش میگو که من خیانت کرد. همین از روز اومدگی با واسطه تلفن داشتم است که کیمشیو خطی گپ میزنه. هرچند این دختر دوران تولد دارد که این کالون این بیامدم بیشتر میگه که نه تو یک بار زدم 2 بار زدم من داشتم 3 مرتبه کرد. بعضی ساکنان تاجیکستان میگویند که تلفن موبیل، SMS و دیگر پیام‌رسان‌ها باعث جنجال در خانواده‌ها شده است. که همین جداشوی عائله عجیبی همین تلفن است. برای که خاکن همو صاحب هم دختره یا که صاحب هم فرزند همین تلفن در دست هم چی در کاره ما 6 سال میشه زندگی میکنیم تلفن دیدگی نیست. برای چی بلنده؟ خیلی تلفن یک عائله ویران کنی. معمولاً عائله‌ها در تاجیکستان زیاد آموخته نمی‌شوند و عصر نو با تمام دستورهای خود باعث برخورد باورهای نو و کهنه گشته است. گروهی می‌خواهند با زمانه برابر زندگیشان را به راه مانند و گروهی دیگر نمی‌خواهند که از باورهای عصر گذشته بیرون آیند.